با درود به همه شما عزیزان، امیدوارم هر جا هستید لحظات بسیار خوبی داشته باشید. فال امروز برای روابط کات شده است. کارت ها دارن نشون میدن که روابط کات شده شما بیشتر بر اثر اوضاع پولی مالی هستش. یعنی شما توقع اینو دارید که کیس احساسیتون از لحاظ پولی مالی و اقتصادی هواتون رو داشته باشه، اما اون هیچ گونه توجهی به این مورد نداره. این باعث شده که رابطه شما یه جورایی شکراب بشه، به هم بخوره و اینکه کیس احساسیتون در ضمن که فکرش خیلی درگیرتون هست شما رو چک میکنه، سعی میکنه که الان تو این بره زمانی که کات هستید یه جورایی شما رو تحت نظر داره، چک میکنه و میخواد بدونه که دارین چه کار میکنین، آیا با کسی ارتباط دارید یا نه، و در ضمن خودش هم پیش قدم میشه و آشتی دارید، ولی باید یه صبر خیلی کوچولو داشته باشید. امیدوارم که در پناه خدا موفق و سربلند باشید.